اینم صبونه ما. اینجا هوا خیلی سرده، بعد چون سرده من تو ماشین دارم صبونه حاضر میکنم. ابوالفضلم داره زیرانداز و سفره اینا میندازه تا صبونه من حاضر شه. آقا ابوالفضل یه چای یا قهوه برام برید. یه سوسیس تخم مرغ درست میکنم، هنوز حاضر نشده. حاضر بشه ادامه فیلمو براتون میگیرم. هنوز حاضر نشده. نه تازه ادویه‌اش رو ریختم، هنوز حاضر نشده. یکم دیگه صبر کنید، یکم دیگه. خب نوبت تخم مرغا رسید و پوست تخم مرغا رو هم بندازن تو مشما. طبیعت رو کثیف نکنید. خب حاضر شد. بفرمایید صبونه. دامن طبیعت می‌بینیم. این دوتا درخت هم هستش اینجا. خب من برم صبونه‌مو بخورم دیگه. شما هم بفرمایید.